بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خیلی خوش اومدید. زحمت کشیدید، افتخار دادید. همونطور که دوستان هم اشاره کردن آقای دکتر مردی، خب یکی از سیاست‌ها و رویکردهای کشور که تقریباً شاید در 20 سال گذشته همواره توی همه برنامه‌های بالادستی بوده، بحث ارتقاء بهره‌وری است. بنده سماعی هستم، نماینده سازمان شیلات ایران. سازمان شیلات ایران واقعا یکی از بهترین کارهایی که من فکر میکنم تو زمینه در واقع ارتقاء تولید انجام داد، تفاهم نامه‌ای بوده که سال 1401 با پژوهشگاه در واقع بسته. توی مبحث سیاست‌گذاری مهمترین محدوده‌ای که مورد استفاده ماست توی بحث‌های هوش مصنوعی یکی از بزرگترین بحث‌ها اون همین داستانه دیگه، که بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم. وقتی بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم، میتونیم ایده پردازی کنیم.